دیروز یه مراجعه داشتم. یه خانوم با پسر 4 سال و نیمش اومده بود اینجا. یعنی پسر تمام این عودای منو اینا رو خب همه رو تکه تکه میکرد میریخت. یه تعدادش اصلا ندیدم. حتی نگاش میکردم، نگاه مامانه میکردم، میدونستم مامانه هیچی نمیگه، هیچی. پسر هر کاری دلش میخواست میکرد. تمام این 2-3 تا از عودارم قشنگ برداشت گذاشت تو جیبش. بعد رفت بره سراغ بقیه چیزا. هر چیزی که دستش میومد یا میذاشت تو جیبش که ببره با خودش، یا همچون تکه تکه میکرد. کلیش هم من ندیدم کارا که انجام داد. وقتی رفتن از جسدش رو دیدم اون زیر افتاده تکه تکه. مامانه هیچی نمیگفت، هیچی. خب به محضی که پسره این شمع رو رو میز من میکشید، صدای مامانه به من نمیرسید، چنان جیغ بنفشی سر پسرش کشید که ساکت باش، بس دیگه، نمیفهمم چی دارم میگم. اونا رو میدید اودا رو میذاره تو جیبش، تمامشو داره میشکنه، همه رو میدید، هیچی نمیگفت. اما همین شمع رو جو کشید، صدا داد، خانم شمع تو بردار، صدا میده، رو اعصاب من نمیذاره حرفمو بزنم. نگاه کنین، فقط زاییدن مهم نیست. بچه تربیتش خیلی مهمه. بچه باید یاد بگیره، باید بهش یاد بدن بابا این عود و این شمع و این وسایلی که اینجا هست مال یه کس دیگه است، وسایل شخصی یه کس دیگه است، یا وسایل عمومی یه جاییه. همونجور که وسایل خودت مهمه، اینا هم مهمه. حقی نداریم دست بزنیم. بچه حریمو نمیدونست اینا حریم یه کس دیگه است. قشنگ وارد حریم من میشد، همه کاری میکرد. حتی این چیز وسایلی که برام داشت، من اسمش نمیذارم دزدی، اما به مرور عادت میکنه و میشه دزدی. و برای اینکه متوجه بشه، چون مامانی که متوجه نمیشه، برای اینکه متوجه بشه یه لحظه نگاش کردم، گفتم نگاه کن، عوده رو دوست داری فقط میتونی یه دونش رو برداری، نه همش رو. اینو گفتم، یه دونش برداشت گذاشت تو کیف مامانش و تموم شد رفت. تربیت خیلی مهمتره. زاییدن رو، حتی حیوانش هم یکیش میشه 2 تا، 2تاش میشه 10 تا. زاییدن خیلی راحته، بچه دار شدن، اما تربیتشه که خیلی مهمه و اینه که متفاوتمون میکنه از بقیه. پس خواهشاً مواظب رفتار و اخلاق بچه ها باشیم. آزادی مطلق دادن به بچه ها خودمون رو زیر سوال میبره اول از همه.